سلام و درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند و تماشابینان گرامی. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. هیکل پخته و عید وحدت. نگرانی کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان از بازداشت 6 نفر تظاهرگران در خراسان. نوار خودسوزی صاحبکار حاجی ظریف در نزد اداره مالیه کوراب را سامانه اخبار رسانه‌ای کرد. تهدید جریمه و حبس مردم را نترساند. در جایهای جمعیتی کمتر کسی نقاب می‌پوشد. تماشابینان گرامی، موضوع امروزه ما آمادگی حکومت تاجیکستان به جشن عید وحدت است. با وجود اینکه جشن نوروز در خوجند باعث پهنشوی با سرعت ویروس کرونا در کشور شد و توسط مهمانان این جشن به تمام نقطه‌های کشور رسید، با وجود این که کشور برای تأمین حتی طبیبان به لباسهای محافظتی پول ندارد و به خارج دست طلبندگی دراز کرده است، مقامات تاجیکستان از ادامه جشنهای پردبدبه دست بردار نیست. قرار است جشن 23مین سالگرد استقرار صلح و رضایت ملی در ناحیه مسچاه با همان شکوه قبلی برگزار شود. از جدیت و سطح برگزاری این جشن سفر دو مقام بلندپایه کشور برای شناسایی به آمادگی مقامات ناحیه مسچاه گواهی می‌دهد. روز 9 ایون یاور رئیس جمهور تاجیکستان آید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده و رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده جهت شناسایی با جریان کارهای آبادانی و سازندگی از ناحیه مسچاه بازدید نمودند. آنها با ساختمان مکتب کودکستان ها، تالار ورزشی، بینای مأموری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه، مرکز عدلیه، میدان پرچمی دولتی، مونومنت یا خود هیکلی پخته و نوسازی باغ فرهنگی و فراغتی شناس شده‌اند. در حالی که کشور به تمام جهان دست طلبندگی دراز کرده است، مصرف این ساختمان ها در یک ناحیه کوچک حیرت آور است. گفته می شود قصر فرهنگ برای 1000 جای نشست با خرج بیش از 30 میلیون سومانی و ورزشگاه مرکزی با 10,000 جای نشست با 11 میلیون سومانی ساخته می شود. قرار است در چاره‌بینی های جشنی در مسچاه رئیس جمهور امام علی رحمان، اعضای حکومت، وکیلان مردمی، خادمان علم و فرهنگ، اهل جامعه و نمایندگان دیاسپوره های تاجیکان در کشورهای خارجی دور و نزدیک شرکت می‌ورزند. در دایره سفر به ناحیه مسچاه رئیس جمهور در مراسم مورد بهره برداری قرار گرفتن نزدیکی 30 انشاءات نوی تعیینات اجتماعی و اقتصادی اشتراک کرده با فعالان ناحیه وامی خورد و با دستاوردهای ساحه‌های صنعت و بخش کشاورزی شناس می شود. البته سهم دولت در این ساختمان ها ناچیز بوده، آنها اساساً از حساب صاحبکاران محلی که به گفته مقامات اختیاراً و با حس بلند وطن دوستی برای این ساختمان ها اقدام کرده اند بنیاد می گردند. ولی در زمان پهنشوی ویروس و بحران شدید اقتصادی که بانک جهانی حتی نشان دهنده منفی اقتصاد تاجیکستان را پیش بینی کرده است، این مصرف ها جز از حد گذرانی در اسراف چیزی دیگری نیست. طبق اطلاع منابع پیام، حتی بعد اعتراف وجود ویروس کرونا در کشور و مراجعت دولت به کشورهای جهان برای کمک نیز مبلغ ستانه از صاحبکاران برای بنیاد این انشاءات کمتر نشده، برعکس به خاطر تمام کردن آنها تا سفر رئیس جمهور بیشتر شدند. یک صاحبکار مسچاهی که با دلیل‌های معلوم نامش ذکر نمی شود به پیام گفت
از او 1 سال قبل برای آمادگی به سفر رئیس جمهور 50,000 سومانی گرفته بودند. اما آخر ماه اپریل گفتند که برای تمام کردن ساختمان ورزشگاه پول نمی رسد و باید 30,000 سومانی دیگر پرداخت کند. به همین مانند از چند صاحبکار دیگر با وعده این که بار آخرین است و دیگر پول نمی پرسند چند مراتبگی دیگر مبلغ ستانیدند. یک کاربر رادیوی پیام نوشته است: برادرم میخواست 4 دستگاه نفس صنعی به بیمارخانه ناحیه خریداری کند، ولی رئیس جماعت گفت که دستگاه ها را دولت میفرستد. شما این پول را به ساختمان بنایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان دهید که پیشوای ملت خرسند شوند. واقعا یک سوال باید جواب داشته باشد که چرا با وجود انتقادهای شدید داخلی و خارجی مقامات نه از جشن نوروز خودداری کردند و نه میخواهند جشن 23 سالگی وحدت را لغو کنند. معلومات دسترس شده و تحلیل ها نشان میدهند که اینجا 2 سبب اساسی وجود دارد. یکم بیماری شهرت پرستی رئیس جمهور امامعلی رحمان. طبق اطلاع یک منبع ما، دوست داشته ترین موضوع رئیس جمهور در جلسه های حکومت این برگزاری جشن و مراسم هاست. این منبع ما میگوید در مجلس های حکومت وقت مسئله های دیگر بررسی می شوند، رئیس جمهور توجه زیاد ظاهر نمی کند و زود به مقامات دخلدار سپارش می دهد که مسئله را دیده برآیند. اما همین که مسئله به برگزاری جشن رسید، در حال رئیس جمهور زنده می شود و در بررسی میده ترین مسئله ها فعالانه شرکت می کند. بعضا حتی اگر در روزنامه جلسه مسئله جشن نیست، خودش آن را پیشنهاد می کند. این منبع ما می گوید امامعلی رحمان بیشتر از همه به آرایش صحنه‌ای که خودش آنجا میشیند و کنسرت ها و روی خط سرایندگان دقت می دهد. یا خودش روی خط سرایندگان را پیشنهاد می کند و یا از روی خط پیشنهاد شده چند نفر را خط زده نفران دیگر را پیشبری می کند. به گفته منبع پیام، رئیس جمهور تاجیکستان به درد ستاره زدگی زیوزنه بلیزم گرفتار است و میخواهد همیشه مورد توجه و تعظیم مردم قرار گیرد. اگر بین جشنها فرصت بیشتر است، شخصا سپارش میدهد که سفرش به ناحیه ها را تحریزی کنند. در این تحریزی گاه شخصا شرکت میکند و گاه بعد انجام شدنش آن را با دقت از نظر گذرانده بیشتر از همه به پیشواز خودش از طرف مردم دقت میدهد. طبق اطلاع منبع دیگر، سفر امامعلی رحمان به منطقه ها بزرگترین بیزنس مقامات محلی است. با بهانه سفر رئیس جمهور، مقامات محلی از صاحبکاران، دهقانان، کارمندان بودجوی و عموما کل ساکنان میلیون ها دلار مبلغ جمع آوری کرده به کیسه خود میزنند. هر کسی کمترین اعتراض کرد، در حال سوال میکنند که تو سفری پیشوای ملت را نمیخواهی؟ یا تو به سیاست پیشوای ملت ضد هستی؟ این سوال ها به گفته منبع سخت‌تر از حکم چند سال زندان مردم را میترساند. یک منبع از حکومت میگوید 2 هفته قبل از برگزاری جشن نوروز، مقامات الکی میدانستند که ویروس در کشور پهن شده ایستاده است و جشنگیری میتواند به پهنشوی آن سرعت بیشتر بخشد. چند نفر در حکومت از جمله خود رئیس جمهور پیشنهاد هم کردند که برگزاری جشن در خوجند لغو و سفر رئیس جمهور به ولایت سوخت موقوف گذاشته شود. اما این پیشنهاد به مخالفت شدید چند نفری کلیدی
از جمله اسدالله رحمانوف مشاور رئیس جمهور، عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهور، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی دچار شده است. چرا؟ برای آنکه رجب بای با کمیش 5 میلیون دلار از برای جشن نوروز جمع آوری کرده بود. فقط از خدا رحمتی اسلام جان رستموف مؤسس و رهبر شرکت گازوئیل 300,000 دلار گرفت. اگر نوروز برگزار نمیشد، گپ این پولهای گرفته رجب بای می برآمد و امام علی یا حجن رستم ممکن بود از وی حسابات طلب کنند. پولها کجا شدند؟ انا برای همین رجب بای مرده اش را پرتافت که عید برگزار شود. اسدالله رحمانوف و عبدالجبار رحمانوف نیز برای پول شده رجب بای را لابیگری میکردند. این منبع ما میگوید جشن 23 سالگی وحدت هم با همین شکل و از طرف همین 3 نفر لابیگری می شود. منبع ما تاکید میکند یکی از سببهای اساسی جواب دادن بیماران از بیمارخانه ها برای همین جشن است. حاضر در ولایت سوخت بیماران را به خانه هایشان جواب داده ایستادند، شفا یافت گفته. بجای اینکه بیماران را در بیمارخانه طبابت کنند، مسئولیت طبابت آنها را به دوش طبیبان خانوادگی گذاشتند و آنها خانه به خانه گشته بیماران را طبابت میکنند. سبب اساسی یک بار کم شدن شمار بیماران در بیمارخانه ها هم همین است. به گفته کاربری پیام تیوی، در دهه سامانیانی ناحیه مسجا صدها نفر به ویروس کرونا گرفتار شدند. در خانه هایشان طبابت میگیرند و رفتن به بیمارخانه را تا آمدن پیشوا به آنها قطعا منع کرده اند. در جماعت سامانیان هر روز کمش 1 نفر میمیرد، ولی امنیتی ها به اعضای عائله‌اش تهدید میکنند که به کسی نگویند که این فوتیده از ویروس کرونا مرد. طبق اطلاع خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت عبدالجبار رحمانزاده و رجب بای احمدزاده با کارهای ساختمانی مانومنت پخته شکوفان شناس گردیدند. انشاءات مذکور بخشیده به جشنهای 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 23 سالگی روز وحدت ملی در درآمدگاه مرکزی ناحیه مسجا شهرک بستان بنیاد شده ایستاده است. طبق لایحه ستون پایه مانومنت 10 متر اندازه خودی پخته شکوفانی باشد، 5 متر بلندی عمومی انشاءات 17 متر می باشد. در بالای ستون پایه و پایان پخته کره زمین و در روی آن نوشتجات ناحیه مسجا درج گردیده است. اما گفته نشده است که برای ساختمان این مانومنت چقدر مبلغ صرف شده است. ولی با اطمینان میتوان گفت که چند هزار دلار این ساختمان به کیسه رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده و چند هزار دیگرش به کیسه های دورحمان ها و رئیس ناحیه مسجا رفته است. همچنین می شود با باوری کامل تاکید کرد که از مبلغی که برای ساختمان هیکل پخته مصرف شده است میشد صدها یا شاید هزارها عدد لباس محافظتی دوخته جان اکثری بیش از 1700 طبیب را که به کرونا ویروس گرفتار شده اند حفظ کرد و جان چندی از 64 طبیب فوتیده را نجات داد. طبیبانی که جان یک نفرشان از هزارها این گونه هیکل و تندیس های بیمنی گرانتر می باشد. تماشابینان گرامی، برنامه ما ادامه دارد. اکنون چند خبری گردآورده همکارم صفیه واحدآور را با علاوه نظری کارشناسان بشنوید.
کمیته نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با نشر بیانیه بازداشت شماری از ساکنان ناحیه خراسان را به شدت محکوم نموده نگرانی عمیق خود را از رفتار مقامات ابراز کرد. در بیانیه کمیته تذکر داد که مدت پیش در ناحیه خراسان ولایت ختلان سیل عظیم آمده خانه و کاشانه مردم را به کام خود فرو برد و باعث شد یک نفر جان خود را از دست بدهد و چند نفر زخمی گردند. کمیته نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان تاکید میکند که در هر یک دولت دموکراتیک کمک رسانیدن به مردم در اینچنین وضعیت‌ها مسئولیت حکومت است و باید شهروندان ضرر دیده را با منزل و مواد برای روزگار ضروری تأمین کند. ضمن بیانیه کمیته با تأسف نوشته است که حکومت کنونی تاجیکستان در این راستا کار انجام نداد. بنابراین طبیعی بود که مردم صدا بلند کنند و از حکومت درخواست کمک نمایند. از این رو مردم این ناحیه در روز 17 می سال جاری دست به تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز زدند تا صدایشان به گوش مقامات برسد. این حقوق کانستیتوسیونی آنها بود و حق هر یک شهروندی تاجیکستان است. مردم در این تظاهرات نه تقاضای سیاسی داشتند و نه طلب استعفای مقام را نمودند، بلکه فقط سخنشان این بود که حکومت به داد آنها برسد و به مسئولیت‌های قانونیش عمل نماید. ولی حکومت به جای گوش دادن به حرف آنها و برآورده ساختن تقاضایشان شماری از آنها را بازداشت کرد. رسانه‌ها از بازداشت 6 تن خبر دادند. طبق گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی، مفتشان دادستانی کل تاجیکستان نسبت به 6 ساکن ناحیه خراسان که در اعتراض روز 17 می اشتراک کرده بودند، پرونده جنایی باز کردند. منابع رادیوی آزادی نام بعضی از بازداشت شده ها را در گزارش خود آوردند که عبارتند از محمد کریم حسنов، محمد رجب خالov و برادران حسین و کرامت الله حسینوف که همگی از ساکنان دهه نعمت الله اسدالله می باشند. کمیته نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان ضمن محکوم نمودن این عملی حکومت تاجیکستان از کورپوس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان تقاضا به عمل آورد که این 6 نفر بازداشت شده را مد نظر خود قرار دهند و برای آزادی فوری آنها اقدام‌های ضروری را انجام بدهند. به نظر کمیته هدف حکومت از بازداشت این 6 نفر ایجاد ترس و وحشت در دل کل شهروندان تاجیکستان است تا دیگر حتی فکر اعتراض به حکومت به ذهنشان نرود. بازداشت این 6 تن از نظر کمیته نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان به پورگی از بین بردن تنتنه عدالت و ارزش‌های دموکراتی در جمهوری تاجیکستان است. واقعا هم یک دهشت است. به جای اونایی که حکومت تاجیکستان، مقامات‌های تاجیکستان به مردم آفت‌زده و سیل‌زده ناحیه خراسان کمک کنند، آنها را دستگیری کنند، امروزها وقتی که آنها اعتراض کردند، وقتی که آنها حق خودشون را طلب کردند و از حکومت کمک خواستند، امروز ما شاهدی آن هستیم که 6 نفر از جوانان این مردم را بردن زندانی کردند، اذیت کردند و ما خبر میرسد هر لحظه که بسیاری آنها عذاب و شکنجه میشوند. خب دیگر به همه معلوم است که مردم امروز در مقابل ظلم، بخصوص مردم غیور ناحیه خراسان طاقت نکردند. دیگر صبر مردم لبریز شده است. حکومت تاجیکستان بداند که دیگر مردمی پیش نیست. مردم از حق خود، از حقوق خود، از آزادی خود اینا دیگر حمایت میکنند، طلب میکنند. ما کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان دیروز در اون بیانیه‌ای که نشر کرد اعلان کرد و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و از آنها طلب کرد که از مردم مظلوم تاجیکستان بخصوص از این برادران خراسانی که وقتی در مقابل ظلم سر برداشتند، صدا بلند کردند و ما هم از نوارها دیدیم که چقدر با آنها ظلم شده است و آن یک زنی که در قد کوچه می رود و با گریه و روزنامه‌نگار آزادی
جواب میدهد که شوهرم گریخته گشته است، اگر بیابند اونا زندانی میکنند، ما حال ما همین وضعین است. گفته دل آدم ریش میشود. به همین خاطر امروز ما و همه مردم باید در نفس خود واجب دانند، لازم دانند که از مردم اذیت کشیده، از مردمی که مورد ظلم این بگیم ظالمان و دیکتاتور قرار میگیرد باید حمایت شوند و اونا باید که ما اونا را حمایت کنیم. و امروز این قضیه هایی که در تاجیکستان میگذرد ما کو اینا را به تمام کشورها و سازمان های بین المللی حقوق بشر رسانده شدیم و مردم هم نباید سکوت کنند و دفاع از خود، دفاع از آزادی خود و از شأن و شرف خود را همیشه بردارند، حفظ کنند. ҳизбуллоҳ шовализода паноҳҷӯи 29 солаи тоҷикро ки моҳи март аз австрия ба тоҷикистон истирдод шуд ба 20 соли зиндон маҳкум карданд. мурофиаи ӯ дар боздоштгоҳ гузашт. мақомоти додгоҳи олии тоҷикистон бо далели махфӣ будани парванда тафсилот надоданд. наздиконаш рӯзи 12 июн гуфтанд дар бораи ҳукм телефонӣ хабар ёфтанд. дар ин бора радиои озодӣ хабар дод. гуфтанист шовализодаи 29 сола қаблан ба мақомоти австрия барои гирифтани ҳаққи паноҳандагӣ муроҷиат карда буд, вале дархосташ рад шуд ва пеш аз истирдод ба тоҷикистон 2 моҳро дар боздоштгоҳе дар Вена сипарӣ кард. шовализодаро моҳи март ба тоҷикистон оварданд. он замон додситонии кулли тоҷикистон шовализодаро ба узвият дар ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ва хиёнат ба давлат муттаҳам кард. чизе ки намояндагони ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон дар хориҷа рад намуданд. ҳизбуллоҳ шовализода ки моҳи май аз австрия ба тоҷикистон истирдод шуд ва дирӯз маҳкум ба 20 сол зиндон маҳкум шуд, метавон чанд нуктаро гуфт. аввал ин ки ин ҳукм воқеан золимона аст, одилона нест, мисли дигар ҳукмҳое ки дар тоҷикистон нисбати озодфикрон, нисбати мардуме ки аз ин ҳукумат норозӣ ҳастанд, аз услубу аз фасоде ки дар ин ҳукумат ҳаст норозӣ ҳастанд, мисли ҳамонҳо паси дарҳои баста шовализодаам маҳкум шуд ва он ҳам ба муддати тӯлонӣ. шояд тоҷикистон аз ягона кишвар дар ҷаҳон бошад ки бо камтарин бо иттиҳомҳои бофта ва бисёр иттиҳомҳои беасос мухолифин ва озодандешонро ба солҳои хеле тӯлонӣ аз 15 то 20-25 то абад маҳкум мекунад. воқеан ин золимона аст. ин дар паси дарҳои баста ва бидуни як судии одилона ва шаффоф баргузор шуд ва мо воқеан ин ҳукмро шадидан маҳкум мекунем. дуюм масъала ин аст ки тоҷикистон, ҳукумати тоҷикистон аз 2015 то кунун ҳамеша саъй дорад ки мухолифинро бадном кунад ва дар ҳар куҷо дар дунё агар бибинед ҳукумати тоҷикистон ҳазорҳо одама ба номи ки ино ба гурӯҳи ифротгароӣ рабт доранд ва дигар ба ҳамин иттиҳомҳо бадном мекунад. воқеан миллати тоҷикӣ агар нигоҳ кунем дар умум дар табиат як миллати муътадил ва миёнарав ҳаст. имрӯз ҳукумати тоҷикистон дар ҳама ҷо аввал аз кишварҳои ҳамсоя шурӯъ кард ва баъд омад дар кишварҳои урупоӣ. дар умум масалан кӯшиш мекунад ки ҳар чизе бошад бояд як садои мухолиф, як инсони озодандешро саркӯб кунад ва истирдоди ҳамун истирдоди шовализода ҳамун идомаи бадномсозии миллати тоҷик дар берун аз кишвар аст. ва сеюм чизе ки метавонем бигӯем ин аст ки дар ҳамин ҳукми истирдоди шовализода воқеан халалҳое вуҷуд дорад аз нигоҳи ҳуқуқӣ ки созмонҳои ҳуқуқӣ ки дар дохили австрия ҳастанд ва берун аз он
و وکیلان مدافع و فعالان سیاسی و حقوقی در اروپا حالا سعی دارند که از بالای این حکم استرداد شوالی زاده شکایت برند و بارها این سازمان های حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر به حکومت استریا اتریش هم نیز گفته بودند که هشدار داده بودند که این وقتی شوالی زاده به تاجیکستان استرداد شود اونجا یک حکومت دیکتاتوری هست و اونجا هیچگاه یک سودی عادلانه صورت نخواهد گرفت و موردی شکنجه قرار خواهد گرفت ولی متاسفانه اونی که گفتیم حکومت با اون دلیل های بافته با اون کوشش ها سعی کرد که این شوالی زاده استرداد شود و امروز دیدیم که واقعا در پشت درهای بسته و در یک سود ناعادلانه محکوم به 20 سال زندان شد. عبدالله شوالیزاده پدری حزبالله شوالیزاده امروز 12 ایون به رادیوی آزادی گفته است که مفتش روز چهارشنبه زنگ زد و از حکم فرزندش خبردار کرد و درک یافته است که پسرش را 20 سال از آزادی محروم کردند. با گفت پدری حزبالله شوالیزاده به مرافعه پسرش او را دعوت نکردند و نمیداند پسرش را رسما به چی گناهکار کردند. از ماه مارس که حزبالله به تاجیکستان آورده شد فقط یک دفعه با پدرش در بازداشتگاه رقم 1 ملاقات کرده است. تمام. از سلامتیش شکایت نداشت. دیگر چیزی را پیوندانش نمیدانند. قبلا گروهی از پناهجویان و فعالان مخالفان تاجیک در شهر وین از مقامات افسریه خواستند شهروند تاجیکستان را به دوشنبه استرداد نکنند. آنها می گفتند در صورت بازپس فرستادن حزبالله شوالیزاده به دوشنبه ممکن است او را عذاب و شکنجه کنند. معین شدن جریمه برای گشت و گذار بدون نقاب و تهدید زندان برای سرایت نمودن نفری دیگر ظاهراً مردم را نترساند. بعد تغییرات به قانون شمار نقاب پوش‌ها در کشور بیشتر نشد. کاربران رادیوی پیام با ارسال عکس و نوار میگویند که کمتر کسی در کوچه ها نقاب میبندد. در یک نواری که کاربر پیام از بازار شهری باختر روان کرده است دیده می شود که حداقل 50% خریداران و حتی فروشندگان در این بازار نقاب ندارند. یک طبیب از شهر خوجند هم نوشته است با وجود تاکید زیادی طبیبان به بستن نقاب و تغییرات به کودکس جنایی مردم در بستن نقاب شتاب نمی کند. بیشتری آنهایی هم که نقاب دارند آن را یا زیر منهشان بستند یا تنها به دهانشان که تقریبا هیچ تأثیری ندارد. گفتنی است پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون بسته تغییرات به کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری را قبول کرد. بر اساس تغییرات به کودکس جنایتی آنهایی که دیده و دانسته بیماری‌های سرایتی را پهن می‌کنند به مهلتی از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شده در صورت تکرار چنین عمل می‌توانند از 5 تا 10 سال زندانی شوند. بر اساس تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری از این به بعد در تاجیکستان برای گشت و گذار به نقاب طبی جریمه به اندازه از 2 تا 5 نشان دهنده برای حسابها از 116 تا 290 سومانی مقرر کرده می شود. ستاد جمهوریوی پیشگیری از کرونا ویروس پوشیدن نقاب طبی را حتمی گردانده بود ولی تاکنون برای نپوشیدن نقاب مجازات پیش بینی نشده بود. شهرداری دوشنبه اخیراً تصمیم گرفت که ساکنان نواحی اطراف فقط با نقاب می توانند وارد پایتخت تاجیکستان شوند. سامانه اخبار نواری را رسانه‌ای کرد که در آن لحظه‌های اولی بعد خودسوزی ظریف عبداللهیف در نزد ریاست مالیه شهر کلاب ثبت شده است. در ویدیو این مرد 63 ساله در حال ثبت شده است که با بدن سوخته در روی فرش درآمدگاه بینایی ریاست مالیه شهر کلاب خوابیده است و هرچند با عذاب ولی هنوز گپ زده می‌تواند. کسی از او می‌پرسد که چرا این کار را با خود کردی؟ حاجی ظریف جوابش می‌دهد که چون که قرض دارند.
баъди чанд лаҳза ҳоҷӣ зарифро ба занбар бор мекунанд ва аз даромадгоҳи бинои раёсати молия ба бемористон мебаранд. Камера на он лавги домаге рус камера да. Овазан задени дома. Нам шой лакни будро я жам шой. Эй табио. ёдовар мешавем ки зариф абдуллоев субҳи 6 июн дар назди ин идораи давлатӣ ба нишони эътироз аввал ба шикамаш корд зад ва сипас ба танаш маводи сӯхт рехта худро оташ зад. ин сокини 63 солаи деҳаи кӯҳнашаҳри ҷамоати зарбдор рӯзи 8 июн дар бемористон вафот кард. табибон гуфтанд ки 95% бадани ӯ сӯхта буд. ба гуфтаи шоҳидони ҳол, зариф абдуллоев нонбойхона дошт ва боғчаҳои кӯдакони шаҳри Кӯлобро бо нон таъмин мекард. вале раёсати молия пули маҳсулоти таъминкардаи ӯро пардохт накардааст ва ин боис шудааст, ки ордфурӯшон раҳи дари ҳоҷи зарифро бигиранд. сарраёсати молияи вилояти Хатлон тасдиқ кардааст, ки боғчаҳо аз нонбойхонаи оилаи Абдуллоевҳо 21 000 сомонӣ қарздор буданд. як манбаи муътамади наздик ба оилаи Абдуллоевҳо ба паём гуфт, ки 95% сӯхтани бадани Зариф Абдуллоев боварнокарданист. зеро шоҳидони ҳол гуфтанд, ки дарҳол оташи баданаш хомӯш карда шудааст. танҳо нигаронӣ аз захми корд будааст, ки дар беморхона хунравиро боз доштаанд. با همین برنامه امروزه ما به آخر رسید. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.